چیه کشاورز رو خوشحال میکنه؟ آبش بیاد. چی؟ آبش بیاد سر زمین. سر زمین. خوشحال کشاورز رو خوشحال میکنه. بزرگترین ترس یک کشاورز؟ آبش نیاد. سر زمین دیگه. بله. بهترین کمک که میشه به یک کشاورز کرد؟ آبشو بیاره. بله. سر زمین دیگه. بله. بله کمک. متوجه. بهترین استایل تابستون؟ چکمه پیرن آبی. بهترین استایل زمستون؟ چکمه پیرن آبی کاپشه. واو. زمان استراحت یک کشاورز؟ هیچ وقت. ما شبا هم آبیاری میکنیم. خب چرا صبح آبیاری نمی‌کنید؟ صبح آبمون نمیاد. بله. شب آبتون میاد. بله. سر زمین دیگه. بله. ببخشید من یه خود متوجه شدم. محصول مورد علاقه خودتون؟ موز. از محصولات خودتون؟ بینواخان. بینواخان چیه؟ همین آفتاب چرخون. آفتاب چرخون. بله. آرزوی یک کشاورز چیه؟ همیشه آبش بیاد. بله. انشالله که همیشه آبتون بیاد سر زمین. موفق و پیروز باشید. ممنون که وقتتون رو به ما دادید. به شما نسپارم. قربونت برم. خواهش می‌کنم.